سلام به همه، خیلی خوشحالم که اینجایید و وقت گذاشتید برای تماشای این ویدیو. امروز میخوایم درباره یه مشکل خیلی رایج و البته خطرناک صحبت کنیم. اهمال کاری. اهمال کاری یعنی وقتی کاری رو که باید انجام بدیم پشت گوش میندازیم، شاید به خاطر تنبلی، ترس یا حواس پرتی. این عادت شاید توی کوتاه مدت به نظر بی اهمیت بیاد، ولی توی بلند مدت میتونه زندگی و آیندهمون رو خراب کنه. اگه شما هم مدام کارهاتون رو عقب میندازید و بعدش دچار استرس و عذاب وجدان میشید، حتما تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. قرار هم دلایل این رفتار رو بررسی کنیم و هم راه‌های غلبه بارش رو یاد بگیریم. اهمال کاری چیه و چرا اتفاق میافته؟ 3-4 دقیقه. اهمال کاری یعنی تعلل کردن در انجام کاری که میدونیم مهمه. خیلی وقتها این رفتار از این دلایل ناشی میشه: ترس از شکست، فکر میکنیم اگه شروع کنیم و موفق نشیم قضاوت میشیم. کمالگرایی، منتظریم شرایط ایدئال بشه و بعد شروع کنیم. نداشتن انگیزه، وقتی نتیجه رو دور میبینیم شروع برامون سخت میشه. حواس پرتی، شبکه‌های اجتماعی، بازی و کارهای بی اهمیت باعث میشن کارهای مهم رو عقب بندازیم. استرس، وقتی حجم کار زیاد میشه، احساس فشار باعث تعلل میشه. چرا اهمال کاری خطرناکه؟ 3-4 دقیقه. 1. افزایش استرس، هرچی بیشتر کارهاتون رو عقب بیندازید، فشار و استرس بیشتری تجربه میکنید. 2. کاهش کیفیت کار، وقتی کار رو دقیقه 90 انجام میدید، وقت کافی برای دقت و خلاقیت ندارید. 3. عذاب وجدان، بعد از اهمال کاری حس پشیمونی و ناراحتی به سراغتون میاد. 4. از دست دادن فرصت‌ها، تعلل باعث میشه خیلی از شانس‌ها و موقعیت‌های خوب رو از دست بدید. 5. تضعیف اعتماد به نفس، وقتی مدام کارهاتون رو عقب میاندازید حس میکنید توانایی انجامشون رو ندارید. 5 اشتباه رایج در اهمال کاری. 4 5 دقیقه. 1. منتظر بودن برای انگیزه، خیلی وقتها فکر میکنیم باید انگیزه داشته باشیم تا شروع کنیم، ولی انگیزه بعد از شروع ایجاد میشه. راه حل: فقط 5 دقیقه شروع کنید. مغزتون بعد از شروع راحت تر ادامه میده. 2. نداشتن برنامه و اولویت، اگه ندونید دقیقاً باید چی کار کنید، عقب انداختنش خیلی آسون تر میشه. راه حل: لیست کارها درست کنید و کارهای مهمتر رو در اولویت بذارید. 3. تقسیم نکردن کارهای بزرگ، کارهای بزرگ ترسناک به نظر میان و باعث تعلل میشن. راه حل: کار رو به بخشهای کوچیک‌تر تقسیم کنید و قدم به جلو برید. 4. تمرکز روی نتیجه. 9 فرایند، اگه فقط به فکر نتیجه نهایی باشید، مسیر براتون سخت‌تر میشه. راه حل: روی انجام درست هر مرحله تمرکز کنید، نه فقط رسیدن به پایان. 5. تسلیم حواس پرتی شدن، گوشی، شبکه‌های اجتماعی و کارهای بی اهمیت قاتل تمرکز هستند. راه حل: محیط کاریتون رو از عوامل حواس پرتی خالی کنید و تایم‌های مشخص برای استراحت بذارید. چطور بر اهمال کاری غلبه کنیم؟ 4-5 به خودتون بگید فقط 5 دقیقه این کار رو انجام میدم. بعد از شروع ادامه دادنش راحت تره. 2. قانون 2 دقیقه، اگه کاری کمتر از 2 دقیقه وقت میگیره همون لحظه انجامش بدید. 3. از تکنیک پومودورو استفاده کنید. 25 دقیقه کار کنید، 5 دقیقه استراحت. این روش تمرکزتون رو بالا میبره. 4. برای خودتون پاداش بذارید. بعد از انجام یک کار سخت به خودتون یه جایزه کوچیک بدید، مثل دیدن یه فیلم یا خوردن چیزی که دوست دارید. 5. مسئولیت پذیر باشید. به یه نفر بگید که قراره یه کار رو انجام بدید و بعد گزارشش رو بدید. این باعث میشه تعهد بیشتری داشته باشید. چطور عادت اهمال کاری رو ترک کنیم؟ 3-4 دقیقه. 1. عادتهای کوچیک بسازید. هر روز یه قدم کوچیک برای انجام کارهاتون بردارید. 2. محیط رو آماده کنید. جایی کار کنید که تمرکزتون رو بالا میبره. 3. زمانهای مشخص برای کار بذارید. برنامه‌ریزی دقیق باعث میشه کمتر اهمال کاری کنید. 4. به خودتون استراحت بدید. مغزتون هم نیاز به ریکاوری داره. تعادل رو حفظ کنید. جمع‌بندی 1-2 دقیقه. اهمال کاری یه عادت مخربه که میتونه مانع موفقیت و پیشرفت ما بشه، ولی خبر خوب اینه که میتونیم با شناخت دلایلش و استفاده از روش‌های درست این عادت رو کنار بذاریم. اگر شما هم با اهمال کاری دست و پنجه نرم میکنید، بدونید تنها نیستید و تغییر از همین الان ممکنه. اگه این ویدیو براتون مفید بود، خوشحال میشم نظرتون رو بدونم. لایک و سابسکرایب یادتون نره و این ویدیو رو با دوستاتون که بهش نیاز دارن به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعد مراقب خودتون باشید. چطوره؟ اگر بخوایم میتونیم یه بخش یا زاویه خاص رو بیشتر باز کنیم یا تغییر بدیم.